من هر چیزی رو که ذهنم روش گذاشتم به دستش آوردم. بدون تردید اینم یکیش خواهد بود. و من تو این دنیا زندگی میکنم که فرکانس تو هر کجا که هست دنیا تو رو اونجا ملاقات میکنه. صبح بیدار میشم، میتونم برم تو غم، میتونم برم تو شک، میبینم جلوم یه مسیره. چرا؟ چون 40 سال 30 سال از اون مسیر رفتم و اومدم. جلوم یه مسیره. مسیر چی؟ صبح بیدار شی یه روز دیگه کی حال داره، باید این کارو بکنم، بعد اون کارو بکنم، چرا اینجوری نشد، چرا من تنهام، چرا اینجوری شد، چرا اونجا نرفتم. این حرفا میتونم بزنم، به جاش میتونم 10 تا نفس عمیق همون صبح هنوز چشامو باز نکردم بکشم. یهو میبینم مولکولا و سلولای بدنم دارن وایبریت میکنن، فرکانسم میره بالا و بعد قدردان بابت همه چیزا. او مای گاد، یه شب خواب آروم، چشامو باز کردم، دنیا رو دارم میبینم، صداها میاد، تخت نرم. خدایا شکرت، قدرت تو در این حده. ولی ما این قدرت رو واگذار کردیم. یکی سرمون داد میزنه ما حسود میشیم، یکی سرمون غر میزنه ما نگران میشیم، یکی بهمون میگه تو خوب نیستی، به خودمون شک میکنیم. اخبار میگه دنیا پر از بیکاری، نمیدونم رونق اقتصادی در پایین‌ترین سطح خودش در 50 سال گذشته وجود داره و ما میگیم وای چرا حالا که من میخواستم با مثلا کار را بندازم. برو بابا این حرفا چیه؟ تو کار تو را بنداز، تو توکل کن. مولانا میگه هین توکل کن، الارزان پا و دست، رزق تو بر تو ز تو عاشق‌تر است.